بسم الله الرحمن الرحیم. در فایل اول آموزشی که برای شما در نظر گرفته بودیم این مسئله رو تذکر دادیم که شخصیت میتونه عامل اثرگذار در انتخاب رشته تحصیلی شما باشه و دیدیم در فایل اول که جان هالند نظریه رو به ما معرفی کرده و 6 تیپ شخصیتی رو به ما معرفی کرده و گفته بد نیست وقتی که داریم یک رشته شغلی خاصی را انتخاب میکنیم به ترجیحات شغلی بر اساس تیپ شخصیتی خودمون توجه بکنیم. دومین شخصیتی که برای شما معرفی میکنیم اصطلاحاً شخصیت اجتماعی است. این افراد صلاحیت‌های عجیبی تو برقراری روابط انسانی با دیگران دارن و میتونن تو روابط بین فردی توی آموزش کاملا موفق باشن، برعکس خیلی قدرت انجام دادن کارهای فنی رو ندارن. اینها خیلی دوست دارن به دیگران کمک بکنن، در خودشون توانایی تدریس میبینن و احساس میکنن خیلی توانایی لازم برای انجام دادن فعالیت مکانیکی رو ندارن. به همین دلیل فعالیت‌هایی رو انتخاب میکنن که عموما فعالیت‌های اجتماعی و اخلاقیه و میتونن نقش یک معلم یا یک روان درمانگر رو به خوبی ایفا بکنن. این افراد یعنی افرادی که دارای شخصیت اجتماعی هستن یه سری صفات شخصیتی خاصی رو دارن به ما معرفی میکنن. اونا اهل همکاری هستند، اونا صبورن، رفیق و صمیمی هستند، سخاوتمندن، امدادگرن، مهربان و مشوق هستند، مبادی آداب و فهمیدن و اساساً معاشرتی و مسئولیت پذیر هستند. این افراد مشاغل خاصی رو برای ما ترجیح خواهند داد، عمدتاً مشاغلی که مربوط به تعلیم و تربیت، رفاه اجتماعی یا موضوعات اخلاقیه. بنابراین اگر شما داوطلب رشته علوم تجربی هستید میتونیم این رشته ها رو به شما پیشنهاد بدیم به شرطی که تیپ شخصیتی شما تیپ شخصیتی اجتماعی باشه. مهندسی بهداشت مثل بهداشت خانواده، بهداشت محیط، بهداشت مدارس، تغذیه، کاردرمانی، گفتار درمانی، فیزیوتراپیست، پرستاری، مامایی، اقتصاد، علوم ورزشی، روانشناسی، مددکاری اجتماعی. اگر شما داوطلب گروه ریاضی فیزیک هستید مشاغل مثل روانشناسی، علوم ورزشی، علوم تربیتی، مددکاری اجتماعی، مربیگری عقیدتی و اقتصاد میتونه برای شما مهم باشه. و اگه شما تیپتون تیپ شخصیتی اجتماعی است و شما داوطلب گروه علوم انسانی هستید، رشته‌های مانند علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره، مددکاری اجتماعی، حقوق، علوم ورزشی و اقتصاد میتونه مهم باشه. توجه داشته باشید، ظاهراً ما داریم به یک مسئله اشاره میکنیم. در زمان انتخاب رشته یه تعدادی رشته‌های مشترک مثل روانشناسی وجود دارن که همه گروه‌های تحصیلی میتونن اون رشته‌ها رو در انتخاب خودشون به یک شکلی لحاظ بکنن. امیدواریم در زندگی تحصیلی و شغلی خودتون به حد اکثر رضایت دست پیدا بکنید. انشالله.